میخوای ویزات ریجکت بشه، حتما از این چند تا کشور اقدام کن. اگه اولین باره که برای ویزای شنگن اقدام میکنی و کسی رو توی اروپا نداری، بزرگترین اشتباه اینه که از کشور سوئد اقدام کنی. تقریبا میتونم بگم حتی اگه کسی رو هم در داخل کشور سوئد داشته باشی، بازم احتمال گرفتن ویزا از این کشور خیلی پایینه. بنابراین هیچ وقت این اشتباه رو نکن و از سوئد اقدام نکن. دومین کشوری که نباید از طریقش اقدام کنید کشور آلمانه. فقط در صورتی از کشور آلمان اقدام کن که یا دعوتنامه تجاری داری یا دعوتنامه توریستی داری. دعوتنامه توریستی میتونه از طرف بستگان یا دوستان شما باشه. در غیر این صورت از کشور آلمان اقدام نکن. چند تا کشور دیگه هستن که اگه دعوتنامه نداشته باشی میتونم بگم شانس چندانی برای گرفتن ویزای توریستی نداری. کشورهایی مثل فنلاند، دانمارک، نروژ، بلژیک یا حتی پرتغال و اسپانیا. بنابراین از این کشورها اقدام نکن. پس اولین ویزای شنگنم رو چطوری باید بگیرم؟ جواب ساده است. اگر کسی رو تو یکی از کشورهای عضو پیمان شنگن دارید، با دریافت دعوتنامه و تکمیل مدارکتون میتونید برای این ویزا اقدام کنید. در غیر این صورت پیشنهاد ما تورهای فرانسه یا سوئیس هست. با اقدام از طریق این تورها احتمال دریافت ویزای شنگن برای شما خیلی افزایش پیدا میکنه. بنابراین جهت کسب اطلاعات بیشتر و برای اینکه بدونید آیا واجد شرایط اقدام برای این نوع ویزا هستید، میتونید با همکاران ما تماس بگیرید.